این مادر و پسر پس از 24 سال فراق به دیدار هم رسیدند. امریدین گدایفی 57 ساله در سال 1998 بر روسیه رفت و ناپدید شد. پس از چند سال همسر و دو فرزندش خانه والدین او را ترک کردند. پدر و برادرش فوتید. تنها مادری 76 ساله در دهه اتفاق ناحیه جلال‌الدین بلخی بود که این همه سال انتظاری میکشید. این خیلی که دیگه اومدم در مرد خیلی که دیگه چی بگم حیدم و گرفتن هیچی باور نمینم همه میگریم با میگم چون راست میگم دروغ میگم تا صورت او بچه کلونیم نگرفت ندادم که باور نکردم همین به خیال مینم که دیلم در جاش اومد دستک تو قریشید امریدین سالها در دهه در یکاترینبورگ زندگی کرده است. او درباره سالها بیدرک شدنش قصه های خود را دارد. نقل کرد که سندهایش را گم کرد و تا سال 2007 نمایندگی تاجیکستان در این گوشه روسیه نبود که کمک پرسد. بعداً خبری از محیط بعد جنگ داخلی تاجیکستان او را ناامید کرد. یک بچه اومده بود، بچه شناسای دیگه جو هوای پرسیدم و گفت نمیدونم شوخی کرد چی گفت اولا تو گفت همه چه پروندن همه قطعه میدونم تمام دیگه هیچی گفت چی که پیشه چیز که همه را پروندن اونجا کار کردیم کمتر یک زنی روز خطی مساعد کردیم خخروشکا خطی مساعد کردیم اونجا زندگی کردیم خونه همه ایدن خره همه اردام کلون کردیم صاحب نمیسته شدیم اونجا خطی بانتا قدری 22 سال حیاتمو گذاشت. همسری روز 8 سال پیش درگذشت و دختران زن به او کمک کردند تا به وطن برگردد. نزدیکانش در وطن فکر داشتند که او دیگر زنده نیست و مراسم های خیرباد او را برگزار کردند. درجی خیر خدایی دادند. انا بعد دوره یکی پیدا شد باور که یک تشمی خانم حیران شدم. اومد میبینه همون خودش 100% نصحت سلامت مردارش نکرد یا هفتهش دویزیش نمیشیم دویزیش قبیدگی سواگیه. دختر و پسری امریدین گدایف حالا مهاجرند و با پدر تماس نگرفتند. بچم در روسیه یک ولای روسی داره یک گولاگ داره ولی ندیدمش. دخترم شوهر کرد گولاگ نیافته است شوهر جدا شدن. در روسیه که مکان کاری صدها هزار تاجیکان است تا کنون هزاران مهاجر گم و یا بیدرک شدند. پیوندانشان امیدوارند که روز آنها را پیدا خواهند کرد حتی بعد 10 ساله ها هم.